زندگی خوشحال ما رو زد داستان چی جور کرد خدا جان. سابق بچه خوشی کار میرفتم 4 دانه مریض میدیدم، ساعت خودم هم خوب بود. حالا بدهی جگرخونی برو. من امروز که یک لطف خوش کردیم، دخترام خوش، خودم خوش، ما هم خوش. چی ضرورت صدقه سر صدا بس کوشش کو که کمک خوی تاخیر بدی. نه خوی ما تغییر دادگی است. برای زنگ آمد که بیا مریضا اومده دیگه خیس رفت کم شب تا شب خور نکرده. امی پولو میخورد اوف میگفت این پولو میگفت تو جگر خونی میکرد که تو بر من میگی که من چی کنم؟ گیم میزنم. تو طفل هستی که گیم میزنی؟ نه خب گیم مونده بود دیگه مدت کردیم مو که من مصروف گیم شدم. او دختر نه بازم گفتیم تا نسوار گشتمک میری برم یا نسوار چی میری زنبورک. حالا شدی مادر جان خدا قبول کنه. مادر جان میگفتیم کالا زیاد چرک شده در چند روز یک نپوشیدی بعد کالا آوردیم کالا تبدیل کن که بشویم. ای بچه میگه دل رقم شاید رقم نیست. ای دل نمیشه که کالا بپوشم بچه. کالا این پاک از چی کرده کالا؟ جمع کردیم، جارو کردیم، ظرف شستیم، دیگ کردیم، کاسه کردیم، چی کردیم کالا چه شده؟ مادر بخی دوست داره کالایت دینا روز کالا پوشیدیم بچه. نپوشیدی مادر به فکرت نیست 4 روز میشه که کالایت تبدیل نکردی. کم از بشوره جانه. بچه نمیشه دستم کالا پوشیدن. این دلم نمیشه کالا پوشم. خیر مادر مرد جان دلم شکست سعید دلم نمیشه بچه. این کالا رو میگیرم دلم بد میشه بیخ سرم بد خورده کالا پوشیدنم. اورد با مای تو دل خوش نمانده که ما کالا پوشیم. سودام گرنگ است. کاش آرزو را زنگ میزد مبرامد کمرش کن. زله شدم مگه کجا بود خدا نکل شهر پایلدم در یک جای پیدا نشد. چی بگویم؟ گفتم فکر کنه بگیم بیچاره مریض و تکلیف داره امورم تا ایلا نکنه. خودت چی بگویم؟ سلام عبید سلام علیکم. و علیکم سلام. کجا بودی بچه؟ کجا بودی جان پدر؟
چی بگی پدر؟ چرا چی کجا میگی؟ میگم در سودا رفتم پشت سودا پشتم رفتم در کردیت با موبایل کردیت نداشت کردیت انداختم دیگه باز مادر تو فکر سودام بر سودام گرفته بود خب بریم کجا بودی تو نفس بخیز بیشتر از بازار من باش بگرد میگرد تنگ شده بودم خب بیرون رفتم درابندیان زد بود خانه من کمی پیشتم شاید میشه که میده پشت سودا را کردیم یادم که پشت سودا یک ذره گلپیم چیز بیاد رفته گم شد خلاص دیگه باش که چی وقت می باز یک دقیقه که دیگ تا بالا شد یعنی یکم خواست دیگ تا بالا شد باز دیگه سر صداش کل دنیا را میگیره خواهو کردی او خور خوردم زد خوردم مانده و زلش را گمک شدی نه او خاطر خیلی ببینیم که برای سرمندخت داره شانه‌های من شده اگر نیست پای قدر گرفته بود بیچاره خانه کام است اینو بیادر تا میگم سعی که پشت یک سودا رو کردیم خوره 4 ساعت شد گم است میره اونو چه کدام تا دیوار پیدا کنه دکان خراب میشنه خطا کاستا بالا میشه خوره 5 دقیقه دیگ تا ناوقت چیز زال را من دازه که 4 تا سر من خبر میکنه اینا کنه گم است روز 12 بچه است گم است باش چی وقت میکال ما دیگ کاسه را پاک کنیم دیگر تا خون میدن کمیان دیگر هر جایی که باشه پیدا میشه باش که چی وقت خود پیدا شد میشه بخیر تا کاستاستا میاد مادر چیز تا که همیم در بیرون دیده میشه من او می آوردم یک قسم کتره و کنایه میگفت تو فقط که بچه از رو ما فرار دادیم چی کسر کنایه میگفت؟ هرچی که دادانش آمد گفت که خورد پیدا نشد کونه تخته و تخته جور آمد تاجت نجار نیست جوان است خوب شد که رفته یا گپای میزد که تو خونم کار همیته دست همیته سونم کار حالا که کتره و کیا نمیگه کار خدا کرد دیگه خود کتره و کیا نمیگه دل جمع شده دیگه خدا در غضب خوارد تکنه خوارد یعنی نمان میگه از چیز شغال است که میگه چیز سر دیوال را میره شغال ها معطل است میگه چیز تا که یک روز نشد که برم یه غوری برنج دخانیم داره کنین مچه مینه قگوش داشته باشه چشمش دمو مانده گفتم خواهی دیار بردایی کنم بگو برای تو میشه چی رایی کنم گفتم دخانی دختر کلان ما را بگذاری از خانه گمراه کردی بیرا کردی دختر ما را کده بچه فرار دادی حال بگو دادی کاسه است از ما چی وانه که گفتم میشه مادر دخانه شما خود دانم مرد کتا کاریگر از دخانه ما کی از یک خوارم بیچاره روز تا بگاه گم است کار میکنه زحمت میکشه دخانه ما کس دیگه نیست آرزو آشپزخانه شاید باشه آشپزخانه بریم سر داره آرزو دختر کجا هست نجیم چیزا میگه رفته بودم خانه نمزادم اونجا همراه بیبیم رفته بود دشار نیفهم اتفاق چه قسم شده بعد بیبیم دشاری لاکد حال میگم چرا ریلا کردی میگه بچم دست مکش کرد حال تو واسه کجا رفته بودی؟ رفت پس که ببین دیره رو جای باشه باز نیفتم بچه این تا شوشه زیر نکن دل وارد او پدر دکتر گفت که سرش ضربه خود رشته است هیچ چیز نمیشه بچه هیچ چیز نمیشه چی میشه او خواهم میتونه کنی سرشتی عصبی او هم میفهمی یگان تگری هم داره ببینی خواه چی که گشنه خونه شدی کال نگوی گشنه شدیم چای بیاد دویر میکشم نه چایم خوردم خیلی ببینی که یک ساعت افتادم مثلا تراساب و مرام شد خواره خانه که یک باشه آدم چی میگه خانه خو گرم است یک نیست نه خوب است دیگر نه به خدا خنک خو گرفتی بیادرک تا که یک دونه بخاری یک بیاره برد بشونه خواره به خاطر که ما گفتم شما مثال بخاری بشونه بخاری گفت نداریم گازی چهارم میشه نمیشه بخاری آره یا باش کار چی وقت خدا میربان از خدا وسیله شما کنم یه گیرم میاره داره دیگر دخل نکن تو رزشی هستی زرزر زده خدا بخی بده خواره قن روزا کوتا تا شور میخی روز بیگاز خلاص تا که بیایی سودا رو بیاری تا دیک وقتی روز دو بجه روز میشه چی فایده کل روز کوتا میره تو پای دردی داره گوش که پای جور باشه حالا تیستی ساعت لغت از خوره تو جور تیار است با ما کشد با سودا آوردن پایش درد تو مغز داره بیادر شمنام تو مغز داره که ایران کنی
نام خدا همین صبح میشه که کوک میشه خوراکم تو بیتری چارچی ولی بر راست گفتم این تا دیگه گپ دلک تا حالا ایسا که اگر بدارم میگم بیشتیم پیشت بکردم ریشت یک راه ریشت حالا قطعا تو در دل نکنم که بکنم خوراک خصد دیچم مجبور هستم که اگر گپ شبه بگم هزار بیادر تاست نصیحتش کنی خوراک میگم کلان است خب بازم میگم برش و خدا جان و جور بتید خوراک خدا خیلی بیش کنم وان سر صدار نمیشنم کشی گپ خدا الو چی کردی؟ الله چی گپ شد چرا چی کرده الله اینه دیگه افتیدی؟ لای در بگیره ای پدرت من میگم یک دفعه که من 100 دفعه گفتم بیا اینجا قطاره کو خدایی رو تمام کنه یک جور شفق نمیاره تو با من قطاره رو میگی مام خوب هر چیز که گفتمشه خوبش کردی دیگه همین بود زیاد بی‌احترامیش نکردم بس دیگه همه عاد تانه بشناسی همه لیاز فاسش بجایش رسید سلام علیکم وعلیکم دختر ماما بخیر اومدی آمدی بچه زنده باشین دیدی بچه چطوری بچه من خوب اسم شما چطور هستی؟ چه اصلا خبر نشد خدا روز باشه که اول مرگ بچه همید که خوارت بیاید خدا روز باشه بوی اردوشان بوی یک دم اپندکس شدن جای و جای شدن در اپندکس نمیمره مادر در دکتر نارسیده بمرن برم به خدا بیو شوام که من به هیچ زیاد دیوانه شدیم یک از یه من خیلی ندیدم بیام کنم خدا نخواستن نیست هیچ کس نیست کجا رفته من نمیفهمم حالا خدا نکنه کیام کنمشون در نکار یک دیگم تا باز بیا نگه صد و بیگه او زپر کو دوش خند از یا مرشم کنه دختر ما که گریخ دختر تو هم گریخ میکنه قراره نه داره بچه پیش نگرد نه دیدی که اون وقت دیگم پیشش کدام گپ زدیم خود رفایی میفهم مشناسمش نه یگان تگری داره مقصد مادر دیدیم است نوروز یاد بگذارم ما هم دوستش داریم منطقه بچه من آرام شده که نه رفته باشه چیز نامه چه جای نرفته پس همونجا هست رفته گفت که مادر چون گفت فوال چه میگیره خب از همین که پرسان کردم پدر گفتم میره دیرا رو بود میگه نه این در چاو بودیم در چاو کره علاقه ده اما هر جا که علاقه ده باشه رای خودم میافته چلا خیلی زبان ساکن یک شما خورا بارلی بیادر مرا این تو بگین یک شما که اونجا بسته خلاص یک خط میشه کل دنیا خیره بی کار غضب خدا شوی ما چون پیسا رو چی میکنه بیادر کنجا کدر ایسان دختر من کالگار نشد بچی پای تو ما گوشه کالایش بچی حالت از نرو باید تا حالت دخانه دختر که پشت کالای تگال یک روز تو خدا ایره بشر ما را که 100 دفعه ایره ما گفتیم که بیا اینجا خیر است میره قطار میگرفت چی نمیشد اون روز مادرم افتید اون روز دختر افتید سیاست یک جایش کمرش اوگار شو پایش اوگار شو خلاص بیا تو خود گپ یگان تو میگم دخترای مانده که بیخی خانه مانده شو خلاص زیادم برو تو بیا بالا بیا زیاد درد میکنه بچیم جان مادر بیا تیجی بشی بینجک بشی الو بس تاخد كده زیاد درد میکنه برو بر شیک زرک شیل گرم کرد قضا چوها پرتو چه رقم افتیدی بچی مال ده چی روز تا بالا میشی اینا ماما مت شانجه ماشته کما که چی میشه فکرت چرا نمیگیری پیش تکک بچیم تکک جان مادر این دختر بیا از جان نداره قربان از شام که لاغر تو شده نه بیچاره تو چرا نمیری دختر که میری میکنی مادر خمام بیکار نبوده خودت از داشت گرفتن او گرفتن تا سایکو او زیاد نبود مادر هرچی بود جانم میخواد
دای در بگیره ای پدرت من میگم یک دفعه کتی کارایش گمش کو بیخی من حساب من خراب کرده خوراک بیخی اما گپ یگان تا فشار من بلند بردم فشار من یادم بلند بود خود دختر میال پایش مشکل تشویش از اون نبود. باز تلفن رو متن کرد خود برده نبرده تلفن اگه نبرده باشه خانه تا پایان پایانشم می کوچا یار سال کم نبود بعد باش مشکل قدم بگیرم خانه نامزد چه کجا است تلفن خانه نامزد تلفن است نبود اونجا جوال میگیره بیا اون رو بزن یا تشویش از اون نکنی کمر شو گنش چی میکرد نه خدا نکنه که پروشم جان مادر اگه زیاد ورشی ببرمت پیش داد تا زیرای زینا خوب هر وقت معذیت است بیا زین یک شبکه و پاتی خوراک یخت میشه 20 دفعه بچه پیسه روان کرد چی شده بچه نه خوراک پای اگه زیاد درد نیاد دختر نبر آمده باشه پای می همین بر پیش دکتر یا شکست اینی زنکه زیاد درد میکنه بچه خیلی تو برو یک ذره شیر باز گرم کنی باش خیلی خیلی چوب پاتی بود میشه ان شاء الله ضربه خورد سمت است خوراک فایلین تو دیگه چی است خوراک نمیدونم که کاتارا 20 دفعه تا 10 سال میگم کاتارا میشن همین زینا که سبیل مانه دختر قایم گرفته تا بالا شد مادر جان چبلقای قصبای ازی که کلان نارو چی خو کس نمیکنه چبلق حالا خونه بود بچه این چبلق خود با کجا مادر مادر پایلوچ میرفتم بسم الله الرحمن الرحیم برو نفش میتونم بیا بچین بیا حال خلطه تام نگرفتم پدر کار نگرفتم نه خیلی خلطه برام نمیگیره این بچه خیلی بچین بیا بیا بچین بیا چی گرد شده اینجا؟ بیایی ما چی میگه بچه پکننه چی حال است بچم بخواه بالش میرفتم در بگیره یه آدم بیخی و خدا مرا دیوانه کردی بابت یعنی یکان دفعه زمان که پیشش دور شوی یک دفعه چی داغشان دیده بابا چی داغ شد آره آدم تو چند ساعت رفتی پیشم سودا چند ساعت چیز خونه آمدم سودا بردم سودا بردم دختر رفتی دم کاتارا چقدر گفتم کاتارا زینارا هم توی فقط گپ زدن پیاد صحیح گپ دی آن دارم چند تا گفتم بچه این بچه پیسه رو که زدم کاتارا خراب بیشتر صدای دارم فکر کنم چی میگه حال جان خدا که گپ زدن جان پدر خوش کن دوستان که دختر پاش نه رفتی نه گمرش میدمش پاش میدم او بچه 20 دفعه تو رو گفتم پیسه رو اثر زینا علیکم سلام پیسه رو کاتارا چون نکردم چی گپ شده باز پایم اوگار شد کمر حالا تو بچه زینا رو جور نمیکنه باش یا یک روز ما برم یا تو بمری یا این بمره خدا نکنه چرا یعنی غیر چشم داره نه چشمات است میگم چشمای میاد چه ایواز یک ناز تو مثلا چشمای نه قلق چشمای است او بچه باشه شما جنگش رو جنگش رو حالا کاتارا چه گفتم شو بچه کاتارا جور کویت میدونم نمیکنه چی بگم چی کنم خود نه دادم دوکان نتونم کیست بوجه سامیس کیست کرده اونش چیکار کردم میره بازار رفتم مادر سودا آورد بره چی آوردی برای چاش دخترم خودش مبرم پخته کرد زیاد چی آوردی میگه وقت رو یار چیکار سودا نیافتم گلپی چی آوردی نبود گلپی نبود در بازار نبود تو فکر کنه بچه نه خوراک من بیادر تا میگم نه تو این وقت بخواست بالک بره نه من تو میرم ولی خب گوشت گپ بکشن او خود گوشت که میرم که شروع را کی میخوره که تو میکنه آره بالک آدم تو میفهمی یا نه میفهمی دیگه بیاوی به چیز دمی یک بجی روز من بالک چی پاکرم پخته کنم مشکل دیم نمیشه سلما باشم خلاص می بچه تبدیل کن حالا دید بود فرض بودم این کالار تو ندادی من نپوشیدم خیلی حتما کاری بچه کنی کالوشی هر بسیم نمیشه بچه با من کالار نشان نده دیگه دلم بک میشه خیلی مادر جان نمیشه حالا مادرم خیلی سخت میشم هیچ کالار نمیپوشم بچه دل رقم نشه رقم نمیپوشم بچه دی نمیشه بان بچه کالار دل نمیشه بپوشم تو کالار خیلی بوشه باز میپوشم دیگه من با شفخانه گفتم اگه اول اول پیدا کردیم از آسانات مرده آسانات در زمین در آمدن مرده مادر جان رنگ تا خزان گشتندی من یه اولاد کلام کردم به یه آرزو نبودم که من یه اولاد برسم این روزم ندیده بودم این روزم دیدم مادر جان نکنی یا نه مادر چطور گریان نکنم بچه کم گپ نیست کم گپ باشه هر دقیقه میاد تموم میگیره مریض میشم بیخی اون رفت یک جا کرد دیگه اون نمیشه که گذاشته رو پس تغییر داد آینده فکر ما رو بگیریم که آرزو یک جا برسه یک کارش هم مثل من
مرا خدا منش خند از یا نسازه یا یک قوم بینتفاق الله اگر دان از یا گپ بفته دیگه جمع که خودک چه قسم جمع میکنی نسوار من آورده خدایا ما که بیخی دیوانه شیم برو تو باند من خود نسوار ندارم نیست خدایا نسوارم ندارم خی کلیم گند شد دلش دیگه که طالبت کماقت با من نسوار نبیاریم من قصبونی میشم که بیاییم میوش برش میکنم می 2 ساعت 3 ساعت است که من نسوار ندارم کلیم گنس است نام تا پس آرزو روشن کنم پشت آسونات نگرد آسونات رفت دیگه امیتی تو کار خونه کرد ایتو کار وقت ما کرد که ما رو زد تا زمین گرد کرد چی کنم؟ بیشتر یک قسم کتره و کنایه میگم که تو با میگم دیگه گرفتی میگه خورد پیدا نشد اما چرا قمسه خبر نداره چرا قمسه هم خبر شود بستان هم خطر بیرو گشتن میگه خوب دانه شد که بچه خود هستن هر گم که دمیدان تو من میشه که بگذارم من بعض جواباش دادم خو همه مستک نخواستم در مقابل زیاد بهترامی کنم بس دیگه همه دیگه چی؟ همه چی بلیاز خدا؟ همه ضربه داره ما کرد دیگه همه چی رو میخوایی؟ دیگه چی قدری همه مسواری باش مگده ببین باز من میگمش بچه خودش رفته هیچ سر دختر ما بد میزنه بچه خودت نام بد کرد دختر ما را بد را کرد اگر یاسونات تو نبود از او بچه کلگی کتش نام بد شد کلگی ما نام بد شدیم نه خدا میاد کل قوم دیگه دختراش فیش شده خانه مانده فلان مانده بار که بگوی هر کس که میگه بگوی تو خوش هستی به اون روز مردم بگه گپ بگوی بزن گپ مردم چی میکنی؟ میشه بچه ما برم از شیر گرم کنم بردارم کنم پالک سبیل شو پالک پخته کنم مال برزی برای تو یک چیز بیارم لقمه تیاره در دانت بتام چرا خوشیدون؟ جام نزن مردک قسم خراب نزن برو اصابت خراب است اصابت خراب است کنه خیست کنه باز اصاب خراب است اشارت میتم بیخی دیگه در خسته میشدم یک روز بیبیم افتاد دیگر روز خورشید خاک در سر زینه سبیلی شد غال مغالش خلاصی نداره هیچ مادر جان چی کنیم باش که پخته کنیم میمان در خانه نان وقت شد بعد از خانه گو مشکل چی میتونی سایت فیلم را میاد چرا مادر جان چی شده که هم گناهش از هم بچیم کتاره نشون هم دختر به ایالت هم مثلا آره خودت افسیده بودی خیر مادر جان این تا حالت هم مثلا بیخی فکر من آرام است مادر خور جان خدا که دیده چشما چپاش رو میبینی بهشی خور خود چی میگه با چی هستی با مزدوری هستی بری پاک کنی پخته من کنی که بودم خود گپار نزد گفت بچیم گفت دیگه تو چقدر بکنی خانه بکو آخر من اینی یک تشکریش از پیش رو یک میمان خیر کار شده مادر جان چیز نگویید که تشکن تو جگر خونت میکنه خب ما از خاطر از همین میگم که در خانه جگر خونی نبیای خیر است میگم خیر هر گپ که باشه سر خود میگیریم میگم باشه که در خانه کلمه جگر خونی نه چی مالا ما تو میکنیم هم دختر میکنه تو میکنی من میکنم باشه می آدم خفه باشه می آدم جگر خون یک تا میمونه که دید تو میل سای که ما میگه چی میگن که مطل از خونه ما مزیادم رفت که میمونه دید چشماش سر چپا میشه بری به مزدوری هستی بری پخته کنیم تو گپ میزنه به جوری کس خیر سه گفتیم که کلمه گنگ ساعت نو دختر کساب خراب میشه او خدا دیگه جای نرفته باشه پروردگار تو طرف دارم باشه کلی نگریزه این نگریزه گیرش کردی رو کجا ببارم خدایا این نگریزه اگه چرا قمسه خبر شد شما با خدا بیرو برین بازار برین میگن خوار از اینی گریخته یا همسایه دروازه که برای سر خبر کنید ببینید تا میوی خوار از اینی گریخته مادر کس خبر نمیشه خیر حالا جگر خونی نکن یک چند دقیقه بخیر یک چند نه بیخی دقیقه درد نیکنم خداوند مهربان است پیدا میشه پس پیدا میشه بخی مادر جان بخی مادر بیاین یک چند دقیقه خواب کن ما میریم یک ذره کار دارم خود اسکار می جای ما کجا میری؟ کار دارم یک ذره پس میریم راستی آرزو گوش نشدیم مسودار آوردیم براتون پخته کن بانجان سیاه آوردیم سیسته زیاد آوردیم کمش پخته کنی دیگه دیگه شب بزرگ باش ما یارو برم دنوری یارو برم یک جای کار دارم پس زود کرم بخی مادر جان ما ایرم کردم بیشامت خوشامت دیگه پرتیم نگاهه ما بیشتر فرمان سلام کنیم یا دیگه کنیم نگه بیچارا در تشویشی در زمین سنات کم همه دهی
سر مالا بوده اون خانم چرا تو دیگ کردی دیگه چی دارم خیلی سرما اینه بالا بوده چه در روز شمالت میانه اگر اولا خوش بیاری بخیر اگر مادر گیریا نکن بخیر دستم بدی بخیر میرم بده شما برین میایم برین نمیری برین میایم خدا شما تو تر هدایت نیکی بده خدا جان یک جای که صحیح شما را برسانه خدا جان در بدرم کت خدایی را در بدر کنه پاک پروردگار نکنه گمش چی میکنی؟ بگی زنده گوش بری پیش دارتر او در دستش بزرگ بچیم بالا میرفت یا تا میتود پایان من خدا این خانهش دیشته بودم شعر سر من خزمستان از همه ایجا بالا خانه پایانش خطا خود ده فکر دو روز ببین بیچاره هفته سه کنه کدام واسه یکی تا جور نشه بخیر جور نیستی که ببرید حضرت ببرید پیش بخیر دفتر خرگوش چپن بخیر. پانچه که دفتر ببین پچکاری کنم که کسایت نکه چه آورده شده باشی یعنی تو زوب خود یعنی گفتیم چیزی نگفتیم یعنی بخیر رد یافته حیرت پدر گم میخواد امروز باش میگیریم زدانش میمونم یعنی من خفت میکنم هیچ شام نکردم میگه بکن نکن یا غب یا چیز سرش خودش بیابتی میکنه تو زده بکن ما شرافت خود خوره شرافت خود انسانیت خود چیزی نمیگم میشه زبان نظیر تو باسای کو بازی که نگیره سای کو اولادش از قربان چم بیاد از جان سبته چم اولاد شمایش در آسمان رفته که باش که تو شا بیخی با خدا دلم از زندگی گرفته چی کنم بچیم اوج مادر مریضی خود دختر به یالت شد چرا دلت از زندگی گرفته شده باشه از دنیا خب آخر نرسیده که به آخر رسیده نه پدر بیخی من اوقات متلخ کرده بچیم ایران مونیم که چی کنم چه مادر جان نکن خدا قندم شکر که شما هستین اینا ما هستم برد مادر هر گپ که بود من خیر پارا که ورده میره کی پخته میکنه من برش پخته میکنم میارم داخل بر ابان که بخورن بر خور خدا ورده اگر من نخوردم خورشید نخوردم برای امیم خو میمانیم بخاطر خور خدا نمت میکنه بی بچیم یک بشی پاکش کنیم موش روزم ناوقت است ناوقت میشه سرکم خیلی زندگی راستی که آدم امید میکنه تو مادر جانی نمیری تو بخی بار تو بخی تو برو آدم شوهر میکنه دعوت میگیره که باش که زندگی آدم خوب شه بهتره این سالات آدم میشه الله ما را خوب خدایا بیبی جان چی داری بود تو دیگه میکنی؟ بیبی جان حال کفر میشه بیبی جان بیچاره که کاوزد دیگه مانده بود ماما من اینجا ماندم تو باش کارو از من داشت من در من بازار ما چی دیگه ماجرا پوست کرد فقط رومی مانده خیلی بکر از سر امید رومی رو نشون وقت پیاز انداختم یک اونم رو هم بکش یک بشوی ششتگی فوت سهیز بیبی جان دفتی تام بجا من دسترم اینه من چیم دیگه کجمی شو میکنم کجمی شو میکنم خیلی رومی شما جور کنید اگر یکی میری برم ما رومی رو جور میکنم نه ما میکنم نه ما میکنم ماشینت خیلی خوراک سنگارا رو دیگه مانده من خورده بشتما کتن جان مانده دقیقه دایی خونه بیبی داو یک دست زدی ششتی یاره خیلی دقیقه آسانات بسی بیشرف مانده یک چیزت میسی کسی بانو بچیم دابو چه پسر دستی این بیشاره رو سیست آمده تو کامل نبی دقیقه تا مشکلت جان بیبی خوش آفرین ما بلد نیستم یک مشکل چیزن کنی که من اخواه بانم بیا تو که طرف بزرم نخوری این جاتو دیگه آلی خیلی برم ما بگه تو یا پخته میکنم و زحمت نشی برم برای مادر بشوید من میانی در پوست کردن از یک خجم جا داره پوز اکتر که کم سیاسی اکتر میگه که دست ما بوده
من برنامه پوز کردم ریزه کردم دیگه شکایش بکنیم خوب قربگه خوش بکنیم ببینم چطور به زحمتت بچرم وقت آمده پیاز بوده کنم دلت طاقت نمیکنه که دیگر خون آمد با قیران کشیدن بیچاره خودی به جنجال روزگار زندگی خود باشه بجره جنجال آسنا داره های سری اینو میکنی ما برو یک پشتری ما تازه میکنم که نه آمده خوب سعید برو سرمشون کنم گفتم گپ زدن خود که یک نفر نفهمه خور همینجا خود تو آمدی میگه میمان از گمش خیر آمی باشه هم گپا رو نزن او که بچم که گلپی تو شد که تبزیه تو شد که کی پاک میکنه خیبر چی هستی؟ هیچ هم کن برو بچم برو اگر چی دست دکتر اگر بسیار درد میکنه که کدام میفهمی چی دست ببرید پیش دکتر ببرید تو باید نه پدر جان شام دایم میرم تو مریض چی جانم میگم پشتگه که وقتی مزدر نه بقصه سیسی داد که من بدر میگم در حال مجبورم تا آدم رو راست بشه یک پلاستر برد بیاره پلاستر که کمر کمر گوشت بیاد او باید دست باید میگم پلاستر برش بیاره برو قربان شما مادر جان برو تو داخل برو تمام میکن اتاق دیگه قرار کرده یکم خدا پرتی دیگه داخل نرو تمام میکن مجورش میکن پختش میکن کالای تکن مادر مادر ما مخزستش روز ندار خیلی چطور کنیم خیر سال چقدر صبر کنیم جگر خون میشه یا یگانو خیلی پدر مام زیاده روی میکنه من روز زن موی تو نیست و دیوانه زن من چی رو جان میکنم تو برو جان نمیکنم خون مغول نکن میکنی نمیکنی این اومدم بیا جاسی من جلسه نمیتونی حال تو لازم است که تو بری مادر تو بپالی خال دختره بودم شاید خانه کارخاندهش هسته طرف دارلمان گوله رفته کاتونم بیادر خود من چون کدام حتما پیشم بیادر خود رفته کجا رفته اینجا هست او گم نمیشه چی شده باز؟ میفهمی چی کردم رفتم تو پیشتر گفتی که تا ندادم میبینی من رفتم گفتم باشه امروز یک دفعه گپ بزنم آمده هستون من بچه من نبرده خوارتان راست میگم کنم دروغ میگم خوارتان رفت گریخ کرد کنم توی دیگه اگر پشت ما سعی کنم چی سعی میکنی پشت سرتا شروع تا ببین که در جوی نفتی های نم تو نه حالا میگم خودم در خانه کی رفت کجا هست ما نمیفهمیم جوال شما نداریم